سلام به چی بیت ها به یک دیگه از سلام. قسمت های گلزیلاش میگه با محسا در جا محسایی خوش آمد. بچه جا محسایی بلندتر از جا حسینیه. جا گلزیلاچی کوتاهه. اون دفعه هم گفتم من قد بلندتر. نظر بلند شه حیف که نمیتونم بلند شه. حساب تو رعایت نه. این جا گلزیلاچی کوتاهه، جا محسایی بلنده و محسا بلندتر به نظر میرسه. من بسیار قد رشیدتری آره خودت دارم. تو اینطوری توجیه. بچه قراره چی کارو بکنی؟ من همینطوری گفتم، همینطوری یلخی یهو سرچ کردم چی؟ تست های جالب. بعد اینکه همینطوری شانسی این سایت رو وا کردم و اصلا نمیدونم این تو الان جریان چیه. همینطوری به صورت تست سخت ترین تصمیما کو پایینی. نه آره به صورت یلخی همینطوری داریم شروع میکنیم. این تا حالا وا نکردیم اصلا. خب بچه‌ها میریم که اینو شروع. گزینه چی این چی میگه؟ کدام گزینه رو ترجیح میدی؟ همیشه مجبور باشی واقعیت رو بگی، همیشه دروغ. آخه کی میگه همیشه دروغ بگی؟ کی میگه؟ این چه اینو کی میگه آقا؟ کی همچین چیزی میگه؟ هیچ کی همچین حرفی نمیزنه که همیشه دروغ بگی. خب تا به محسا جواب میده. کدوم بزنم؟ نه تو. گزینه یک. تو بر تو رو بزنم؟ نه واسه خودت. نه باید تو بزنیم. نه تو. نه تو رو بزنیم. اینو تو بزنیم بعدی هم من یه تست باش. دیگه من. خب اینو زدیم گزینه یک. محسا گزینه یک انتخاب میگه با صدمه زدن به دیگران پولدار شوید، فقیر باشید اما خب فقیر چجوری به بقیه فقیر میتونه باشید اما کمک؟ کمک کنید. مثلا کلیت رو بدی. چی بدم؟ شبتو بدی. هیچ کدومشو نمیشه. نه دیگه میگم که مثلا فقیر باشی به بقیه بتونی کلیه بدی، جزئیه بدی. خب کلیه چرا بدم؟ قرنیه میفروشمش چشمتو بدی. پولشو. خاطر به یکم کمک میکنی دیگه. بعد نه، میتونی من پولدار بشی کلیه‌مو و دوست با صدمه دارم. زدن به دیگران پولدار بشی. نه کلیه‌مو دوست دارم. خب با نه همون یک. یک مجبور باشی هر چیزی تو ذهنت هست تو بگی، هیچ وقت نتونی حرف بزنی. هر چیزی تو ذهنت هست همون هیچ وقت نتونی حرف بزنم بهتره. من میشتی ذهنش چیزای کثیفی وجود داره. همه روابط به هم می‌خوره. نیست الان تو خیلی تو دلت نگه میداری حرفاتو. خیلی چیزا رو نمیگم. تو همه چی بگی چی میشه. بچه محسا انسان نسبتا روکیه. هیچ وقت نتونی غذای مورد علاقت رو بخوری، هیچ وقت رابطه نداشته. این چه سوال بی تربیتیه؟ رابطه یعنی با کسی بودن. این چیزی که اینجا کشیده معنی نمیده. چرا دیگه اون زن اون مرد. هیچ وقت بابا. نتونی قرض هیچ وقت رابطه نداشته باشی. غذای مورد علاقت رو. آره خب بس مثلا همون یه دو. کباب دیگه نمیتونی اب بخوری. نداره دو. کباب نمیخوری. خب 2 میلیارد تومن پول برندشی، عشق واقعی و نیمه جون تو پیدا کن. اوه 2 میلیارد تومن پول برندش. تو فیل زندگی بچه ها. خب تنها فرد ناراحت جهان باشی، تنها فرد خوشحال جهان. یعنی همه دنیا دیگه ناراحتن فقط تو خوشحالی. ولی این چی؟ همه دنیا خوشحال میشن ولی فقط تو ناراحتی. برعکس فداکاری گفتی می‌کنی. اونو. آره همون منظورم اینه. من نمیخوام ناراحت باشم. ولی که عوضش کل دنیا اب نداره. سومالی من تحمل ناراحت. اینو ولی بزنی یعنی نگاه من ناراحتم، مامانت ناراحته. برعکس داری میگی. خب حالا همون اون یکی رو بزنی همه اب یه نداره. دنیا همه ناراحت من با باشن. خوشحالیم کمکشون. آیم نمی‌تونی. خودخواه. کدوم که بزنم؟ گزینه یک. چی میشه؟ یک. بچه‌ها بشناسید طرفتونو. خب این چی میگه؟ کدام گزینه را ترجیح میدی؟ اینا چی الان؟ کدوم رو ترجیح میدی؟ این چیه؟ این چیه؟ داره چیزی میخوره؟ این اون چیه؟ چیه؟ این چیه بچه‌ها؟ نمیفهمم. اینا انسان های نیمتن. حالا کدوم رو ترجیح میدی؟ اولی شبیه این فردوسیناست. دومی این نمیدونم شبیه چیه. چیزه یکی کپسول آتش نشانی کرده دهنش. سومی شبیه آدم دیگه. سوم سوم. در آب فرود بیای، در مزرعه و گوله یونجه فرود. گوله چیه؟ منظورش تپه یونجه است؟ داری سقوط میکنی در آب در درد آب. نداره. این گزینه یک. بالا پشتمو میکنم به گاو میدوام، فرار میکنم، کلاهمو میذارم اون بر تا حواسش پرت شه و فرار کنم. با کلاه حواسش مگه پرت این میشه؟ مثلا بالاخره یک مقابله بکنی مثلا نه همون پشتمو میکنم بهش فرار. میگیرتت میکشتت. من میتونم.
نمیتونی، بهتره که روبرش وایسی بزنی جا خالی. من مگه جواب نباید بدم؟ خب فرار. بزنی چی؟ یک فرار. دستامو میذارم جلوی صورتم، سرمو میذارم رو پاهام تا از سقوط هوا زنده بمونی. هیچ کدومش زنده نمیمونه. این بهتر، همیشه اینو توصیه میکنن. همونجا اینطوری هم چپه میشی. چیز بهت میگه که این بیلاورسی که اینطوری میکنه، اون خودش میگه که این کارو بکن، یعنی این دیگه هواپیما سقوط کنه میمیریم دیگه. حالا تو بالاخره یه دونه انتخاب کنی. باشه همون یک، چون تو گفت چون من باشم اون لحظه بهت میگم این کارو. مظلومانه میشینم و باهاش چش تو چش نمیشم، سر جام وای میسادم تو چشاش نگاه میکنم. خب معلومه چش تو چش نمیشم، تو مظلومانم نمیشه، فرار میکنم، ولی خب چش تو چش نمیشم. گزینه دو. خب شیشه رو میشکنم، در رو باز میکنم. در رو تو آب نمیشه باز کرد، شیشه رو هم با دست نمیتونم چیکار میکنی بالاخره؟ شیشه رو صدام گرفتم. یه چیزی میدونستی اگه همچین موقعیتی واقعا اگه پیش بیاد، اگه اصلا در رو نمیتونی اینجا باز بکنی، گفتم فشار الان که در نمیتونی، بعد بذاری بیاد پایین، شیشه رو یه خورده بدی پایین، آب بره تو، بعد بیرون خفه تو بشم نه دیگه تا مثلا تا نصف آب که اومد بعد میتونی در رو باز بکنی. فشار آب این داره میپره پایین که بهتره. آره اگه میتونی هنوز شیشه رو باز بکنی، شیشه رو باز بکنی بپری، بهترین کاره. خب منم دو. یکی رو انتخاب کن. نیمه گم شده 100 میلیارد 100 میلیارد تومان. 100 میلیارد مثلا خیلی پولکی میباشه. خدای شما 100 میلیارد تومان انتخاب نمی‌کنی. 10 میلیارد تومان عشق واقعی خانواده. 10 میلیارد ما رو دور ننداز. خانواده مثلا از دست خانواده غرق میشه میمیره جلو چشت. خب عشق واقعی خانواده 10 میلیارد تو نمیشه سه تاشو با هم نجات نه. بدن. این غرق میشن اینا میمیرن. خب نمیشه انتخاب کرد. دیگه غرق میشه میمیره. الان انتخاب نکنی هر سه تا غرق میشن. تو خانواده رو نجات داد. آخه پیشی بچه گربه رو پرت میکنم، موبایلمو پرت میکنم. خب مریضم. بعد یکیشو پرت کنی. موبایلمو پرت میکنم. موبایل پرت بکن دیگه. بیچاره آخه گناه داره. چیه کونش رو پاشو پوچی. خب زندگی بدون پول، زندگی بدون عشق، زندگی بدون اینترنت. ما فعلا که گزینه سیم اینو تجربه کردیم. این چیزه میشه. همین زندگی بدون پول انتخاب کردی، خودم زدم دیگه. همین خوبه دیگه، بذار همین ادامه بدیم چی میشه. یه عجب تیپی در داره. روز حرکت میکنم، چی نوشته؟ تو صحرا گیر کرد و با دنیا در تماس نیستی. در روز حرکت تا ببینم کجا برم، در شب حرکت صبح. خب شب که خطرناکه تو کویر. روز دیگه یک به هر حال نمیبینم کجا دارم. این چی میگه؟ ساختمان فرو ریخته و شما زیر خرابه‌ها گیر افتادید. سعی میکنم آروم باشم، الان حرکت کنم خطرناکه، بهتره فکر کنم. سعی میکنم از تمام قدرتم و سرعتم استفاده تا خودم آزاد کنم. یک دیگه وای میسی سر جات، تکون بخوری ممکنه یه دونه بره یه آهن بیفته رو سرت، یه چیزی آزاد شه. من نمیدونم خودم چی کار میکردم. کوسه به شما حمله بود، پشتم میکنم، کوسه با سرعت فرار میکنم، نزدیکم شد سعی میکنم به چش و آبشوشش ضرر. با چی به چشش ضرر؟ عمرن که نمیتونی فرار بکنی، کوسه است. خب به چش و آبشوشش بزنم که بدتره. نه اتفاقا ممکنه که فرار کنه. به چشش ضرر بزنی. با چی به چشش؟ اون یه لقمه چپت میکنه. تا اینجا بکنی مثلا تو چشش، مغزش خارش بزنی. برو. خب بهتره که وگرنه اون آخه دستمو تو رو تا اینجا فرو میکنه تو دهنش. کامل بمیرم بهتره است که دستمو بخوره. خب یک گزینه یک. این چی میگه؟ یه چاله چیه این؟ طوفان و گردباد نزدیک میشه. یه چاله چیزی پیدا میکنم خودم میذارم توش، پشتم این به پشتش چرا علاقه نمیدونم، خیلی پشت دوست داره. پشتم میکنم گردباد فهم. خب چاله‌ای بریم توش بهتره دیگه. نمیدونم. یک میگه زنبورا حمله میکنن. آره. یه غار یا سرپناهی تاریک پیدا میکنن و آنجا قایم میشه. زنبور رو دنبالته. آره. بعد میری توی سرپناهی تاریک قایم میشی. پشتم میکنم به زنبورا با تمام سرعت. این کلا به پشت علاقه داره. این داشت کلا اینا رو تاریک باشم زنبور میاد دنباله. تاریک باشم میاد دنباله. فکر کنم میاد، نمیدونم ولی نه تو نور بیشتر هستن.
آره راست میگی، اینا میرن همش همون یک فکر کنم گم کنه. جای تاریک اگه پیدا کنی دیگه. تنها قبل توی از برخورد آسانسور در آسانسور زمین رو هوا تا زمین نخوره. من به این انقدر فکر میکنم. بچگی همه بهشون رو میگفتیم میخوام کف آسانسور داره کمتر بیام. من همیشه فکر میکنم که باید بخوابیم کف آسانسور. آره بپری فکر میکنم که بدتر میشه. نمیدونم، من همیشه فکر میکردم مثلا داره میخوره زمین، مثلا این زمینه، این آسانسوره، داره فرود میاد به اینجا که رسید یهو بیا پایین. اصلا کلا باید بخوابی. بخوابی نیرو بین کل بدنت پخش میشه. خب این میشه گزینه چی؟ 2. شما در حال قدم زدن روی یخ بودین، یخ شکسته، وارد آب میشید. از همون سوراخی وارد آب شدم سعی میکنم بیام بیرون، سعی میکنم یخ خوب بشکنم و سوراخ جدید ایجاد کنم. بیکارم مگه خود تا اون موقع غرق شدم که از همون سوراخی که وارد شدم میام بیرون. 1. خب تموم شد. مشاهده این نتیجه تست. دوست عزیز سلام. از شما خیلی ممنونیم که در این تست شرکت کردید. قربان شما، خواهش میکنم. خب بیا پایین. شما یک انسان باید یکی حالا ببینی. خب من یادم نیست چی انتخاب. بعد زخمم کرده. چه جواب سخت، واقعا من نمیتونستم به همچین چیزی فکر بکنم. از خود گذشتم، چون واقعیت از خود گذشته ای. شما در دیدن مزایای خود مهارت دارید. اگه هم دروغگو بودی، همیشه دوست داشتی دروغ بگی، تو دیدن مزایای خود مهارت دارید. گزینه 2 با صد زدن بگیم فلان اینا میگه چی؟ شما به دیگران بیشتر از خود اهمیت میدید. انسان از خود نگاه کن، همش از خود گذشتن. ولی نگاه چه چشم بسته غیب گفته همه رو. بعد گزینه 2 نشه دقیقاً برعکس گزینه 1. بسیار تست اونی که انتخاب نکردم و نخوند. بله. هیچ وقت نتونی حرف بزنی. شما یک فرد محافظه‌گرا هستی و با هر کسی گرم نمیگیرید. ولی واقعا هستی ها، این با هر کسی گرم نمیگیری. این با تو هم گرم نمیگیرم. این تو 2 رو زدی؟ آره. زندگی اجتماعی برای تو خیلی مهمه. زندگی اجتماعی برات خیلی مهمه، ولی چی؟ شما یک فرد محافظه‌گرا و با هر کسی گرم نمیگیرید، ولی برات مهمه. این خیلی مهمه. چی میگه 2 زدی؟ شما واقعا از ته دل بهش باور ای بچری بیاد. این که خیلی سرش وایستاده بودیم. تو چی انتخاب کردی؟ 1. شما یک شخصیت خودمختار داری. خودمختاری تو؟ دیدی چقدر خوب ازم تعریف کرد. بله شما گفتید 2 این تو کدوم زدی؟ تو 3 انتخاب کردی. آدولف هیتلر. معلوم نبود که گیاهخوار بود، سیگار و مشروب مصرف نمی‌کرد، هرگز به زنش خیانت نکرد، کلی آدم کش، هیچ کس دوست داشت. چرا من با هیتلر رو انتخاب؟ حالا اگه بقیه چی بود؟ میخورد روزی 8 لیوان مشروب میخورد، 2 تا زن داشت، همش سیگار میکشید و به خرافات باور داشت. اینم خدا رو. این چی بود؟ 2 بار از دولت اخراج شد، تا ظهر میخوابید، در دانشگاه تریاکی شد، روزی یه شیشه مشروب. حداقل این 2 تا کسی نکشتن. ولی اون سیگار مشروب مصرف نمیکرد، به زنش هم خیانت نمیکرد. ولی قاطع اون همه آدم کش بخور تو سرش. هر روز خیانت میکرد و لیترها مشروب میخورد و هم آدم نمیکشت. خب اینجا چیکار کردی؟ تو سقوط کردی تو آب. چی میشه؟ میگه غلط است. بابا گزینه 1. گزینه 1 صحیحه. شاید و فقط شاید بتونین جول سالم ببرین اگه از 50 متری به داخل آب بپرین، انگار روی سیمان خیس فرود اومد. اینقدر میگه ضربه شدیده. خب ولی گزینه 2 نوشته شما استخوناتون میشکنه و خیلی آخه ارتفاعش هم مهمه. یعنی چه ارتفاعی داره میافته؟ 50 متر دیگه. کدوم نوشته بود 50 متری؟ خب باش. من بس مونده. این چی میگه؟ میگه گزینه 1 غلط است. چون سرعت انسان از گاو نر بالغ کم. نه من سرعتم زیاده. یعنی من فکر کنم اگه سریع‌ترین دونده دنیا هم باشی، البته نه، سریع‌ترین دونده دنیا اگه بودین بچه‌ها فرار کنید. مثل اسب میدونن. ممکنه فرار زنده بمونید. در حد المپیک اینا اگه ادعا داشتین میتونین فرار کنید از دست گاو. سقوط هواپیما برو انقدر اینو نگاه. چی میگه؟ دیدی میگه غلطه. من گفتم غلط مردی. خداحافظ تون فقرات. دیدی به من دروغ گفتی. من نمیخواستم بکشمت. بعد میگه من دیدم که میگه بابا اینطوری بمونید. نخیرم بعد اونطوری میموندیم.
منو گول زد. شاید بزنین چه چیکار خب می‌کنی؟ ولی این نکته یاد گرفتیم بچه‌ها، یادتون باشه اگه تو ما بودین داشتیم میافتادین اینطوری وایسین که نمیرین. نکته آموزنده این کلید شاید نمیری. شاید نمیرید بچه‌ها. اونطوری این چی میگه؟ تو کدوم انتخاب کردی؟ 2 صحیح است. چون با این حرکت نشان میدهید تسلیم او هستید و شاید به شما حمله نکنه. شاید مثل سگ بگیره شما رو بکشه بچه، امکانش وجود داره. این چی میگه؟ چیکار میکنید از این موقعیت؟ 2 صحیح است. با شکستن شیشه میتونید از خودرو خارج شوید. بله. زخم کرد. این میگه چی؟ نیمه گم شده 100 میلیون فراینا تو 2 زدی. شما دقیقاً میدانید که از زندگی چی میخواهید و به دنبال آن خواهید رفت. 100 میلیون. میدونم پول میخوام. 100 میلیارد. خدای 100 میلیارد خیلی پوله. گرفتی خودش من میدی؟ نه. خیلی ممنونم. اینجا چه خانواده رو انتخاب کردی؟ شما در دل همیشه یک کودک خواهید بود. نه خیرم، من کودک نیستم. این پیستی دوست کلمبولیا میگه شما گزینه 1 شما دوست دارید تنها وقت بگذرونید. چه ربطی داره؟ خب بین بچه گروه انتخاب نکردی که تو بچه گروه انتخاب کردی. بچه گروه برای پرت کنم؟ تو گفتی موبایل هم پرت میکنم. راست میگه. شما خب من به جای اینکه اونو بندازم اینو انداختم، نه که گوشیمو نمیخوام. چیزی که واقعا دوست دارید میترسید. این هر داش چرت پرت نوشته. بچه زیاد به این تستا برای فقط جنبه سرگرمی نگاه کنید. زیاد چیزای چرت و چولا توش زیاده. اینو اصلا انتخاب نکردیم. چرا؟ تو کدوم زدی؟ شما برای چیزای مادی زیاد ارزش قائل نیستید. نه خیلی هم ارزش قائل. محسا بچه اول تو زورم کردی اونو بزن. محسا اول ارزش برای چیزهای مادی بود، بعد دست و پا در آورد. یکی رو انتخاب کن. خب اینجا کدوم بودی؟ 1 هر ساعت بیشتر از نیم لیتر آب از دست میده. نه تو تاریکی پاشم برم. در شب حرکت میکنم. تو چیکار کردی؟ من تو روز حرکت. در روز حرکت کردی. تو شب خود چیکار کنی؟ اونجا وایسی 1.5 لیتر آب جذب میکنی. بازم از دست میدی دیگه تو صحرا. میگه گرمه روزش دیگه چیکار موقع بکنی؟ نمیدونم. این گفته برو به اون. خب این چی میگه؟ این کدوم رو انتخاب کردی؟ 1 که سرجات میمونی. 1 چی میگه؟ صحیح است. چون میتونین فکر کنین و برای قدم بعدی تصمیم بگیرین. فکر نمیتون میکنین، باید بشینیم یکی بیاد نجات. قدم بعدی نیست، اینجا خزیدن بعدیه. قدم بشین. نه بابا واسه بیان کمکت کنن. این کوسه. تو گفت فرار میکنم. میگه غلطه. چون اینجوری شما بدون شک شام شب آقا کوسه خواهید شد. اولا کوسه ممکنه زن باشه. دوما که ممکنه که توی صبح شما رو بخوره و صبحانش بشه. ممکنه نهار بخوره، این بعضا بخوره نهارش بشه. ممکنه بین نهار و شام بخوره و شما عصرونش بشین. و بین صبحانه و با چیز بخوره، به اون چی میگن؟ صبحونه و نهار بخوره. نمیدونم. اینها همه ممکنه میشه. بس این گرده. بعد شو 2 میگه چی صحیح است. شاید بتونین زخمیش کنید و از شکار شما عمرن کوسه رو زخمی کنید. نه ولی من این مستند دیدم چندین نفر این کار رو انجام دادن و تونستن فرار بکنن. اونا خیلی شجاع. ولی ترکیدن ها، تیکه تیکه شدن، ولی خب بالاخره زنده موندن. چاله پیدا میکنم خودمو میندازم. اینم همونو میگه. درسته میگه چون از جریان باد خارج میشید و شاید بچه یادتون باشه از گردباد اومد سمتتون بپرین تو چالیکا. چاله حالا کجا پیدا کنیم؟ زنبور دنبالت کرد. صحیح است چون زنبورا در تاریکی خوب نمیبینن. دیدی؟ آفرین. بس برین توی جای تاریک. حالا مثلا فکر کنم وسط خیلی آفتاب تو مثلا میخوای بوده کار میتونین بکنین تاریک بشه. آسانسور میگه که درست بود. تو کدوم زدی؟ نیروی ضربه کل بدن شما دیدی گفتم و احتمال زنده آسانسورتون بچه داره سقوط میکنه، بخوابین کفش. بهترین حالتی هست که ممکنه که زنده بمونی. بچسبید البته قرار نیست بگیری کفو که نمیتونی بگیری، ولی هرچی اما دراز بکشی پاتو اینا رو بتونی قفل کنی کمتر ضربه میخوری. قرار شما با قدرت خیلی بیشتر میگه اگه بپری واقعا کدوم ابلهی وارث میپره آسانسور داره سقوط میکنه کارتونه مگه. میگه اگه بپرین بچه‌ها ترش خیال میشین. نه میخواد اون لحظه که داره میخوره زمین رو بپره. بله. این چی میگه؟ بیا پایین. از همون سوراخ چون اینجوری سریعتر میتونی از آب بیای. من خیلی صحیح هم کلا به جز اون هواپیما که تو گولم زدی
یه چیز دیگه زدن. آره این بچه‌ها دیگه بسته دیگه. این قسمت از تست های روانشناسی نبود. آفرین. این اسمش رو بذاریم تست های روانگزیلاشی. از این چیزا اگه چرت و پرتای بی‌معنی بی‌مفهوم بیشتر دوست داشتین براتون بذاریم. حتی دوست نکته آموزنده داشت. شاید یک روزی شما در یک آسانسوری باشین و سقوط تو هواپیما. آره شاید زنده بمونید. زنبور دنبالتون کنه گردباد. حالا زنبور شاید دنبالتون بکنه نتونین برین یه جای تاریک پیدا بکنید. ولی اگه گاو بهتون حمله بکنه میتونین نهایت فرار بکنید. حالا اگه کلاه نداشتیم چی؟ گفت کلاهمو میندازم اون سریع. آخه کلاه هم نداشتین گاو بهتون حمله کرد. به نظر من خودم باشم اینطوری وای میستم اومد حمله کرد، چون با سرعت میاد اینطوری خطی میاد. شما بپرین به جهت یه جهت دیگه نمیتونید سریع تغییر جهت بده. باز همچین کاری باید بکنین. چرا میشه مثلا خورده بری به یه سمتی بپری بالا داشت. اینطوری بچه‌ها میتونید جون خودتون رو پینس. این نکات آموزنده رو یادداشت کنید. امتحان میگیریم. از از اینها هم اگه دوست داشتین از این تست باز بذاریم، باز تو کامنت ها برام بنویسید که از این تست ها بیشتر بذاریم یا نذاریم. خداحافظی کن. خداحافظ. اینستاگرام مهسا رو فالو کنید. یوتیوبش هم سابسکرایب کنید. شاید تو یوتیوبش فعالیت کنه. حالا فعلا تو یوتیوبش قرار نیست فعالیت کنه. تو اینستاگرامش هم الان کار خاصی نمی‌کنه. 7 تا عکس میتونید فالو بکنید مهسا رو. شاید توی اینستاگرامش هم یک فعالیت‌هایی کردش. باشه دیگه. همین خداحافظ. اتریبیت ها.